روز از روز ببخشید به حیوان شدن تبدیل نشوند که در غرب این رو دیده استادیم، حتما باید پدر و مادر آنها رو به دین برگردانند، تعلیم دینی خداترسی رو در قلبش جای کنند. دوم حتما باید مراقبت کنند که جوانها کی رو دیده استادن، کی رو از همه زیاد تماشا کرده استادن. حاضر جوانها خیلی زیاد از پای فوتبالند. ببینید چند فایز فوتبال بازها انسان صالح هست، چند تا ما فوتبال باز مسلمان داریم. از پای مثلا جنگ و بوکس و نمیدونم هزار یک چیز دیگر است، چند تای آن خدا ترس است و اصلاحگر است. یعنی حتما باید برای پیش راه این فساد را گرفتن فرزندان خود را، جوانان خود را به دین و به اهل دین پیوست کرد. دویم اون چیزی که آنها تماشا میکنند کی رو تماشا میکنند، با آنها در این باره مشورت کرد و گفت که این چیزی که تو دیده ایستاده، این کسی که تو دیده ایستاده، به جز جهنم چیز دیگری به تو نیست.